در سکوت پیروزی صدای فردا طنین انداخت. هر قطره خون درس نبردی دیگر است. از دل خاک امپراتوری زاده می شد و خورشید نادر را فرمانروای سپید. این نادر پس از پیروزی نخست سپاه را برپا داشت و راه خیوه را پیش گرفت. نقشه را ببین، خیوه در آن سوی جیهون است. برویم تا ریشه کن کنیم ویرانسران این خاک. و سپاه چون موجی خشک و آهنین به سوی جیهون گرد آمد. برچم ما نشان وفا و خیرات است. گذر سپاه امید و هراس را با خود آورده مردم به تماشا ایستادند. نادر ایلبارس قلعه را محصور کرده و گنج خود را پنهان ساخته است. پس به خانقاه خواهیم رفت، نه به خاطر غنیمت که برای پایان تهدید. هدف روشن شد، محاصره و بیرون کشیدن ایلبارس از پناهگاهش.